آدم چوبی. میخواهم آدم باشم. دیگر از چوبی بودن خسته شدم. از اینکه آدم‌ها برای دروغگویی بهم لقب پینوکیو میدهن متنفرم. میخوام از چوب نباشم، مثل شما انسان‌ها باشم. آدم باشی؟ آره. مگه آدم بودن به این است که از جنس پوست و گوشت باشی؟ آره. این روزها دروغ آدم‌ها بیشتر شده. فقط فرق آدم‌ها با تو در اینه که دماغ اونها بزرگ نمیشه. در میان هیاهوی آدم‌هایی که هزاران نقاب دارن و خود واقعیشون نیستن و نمیدونی به کی میتونی اعتماد کنی و از کی دوری کنی و به کی نزدیک بشی، همون آدمک چوبی بودن بهتر است. یعنی چه؟ شما آدم‌ها که میگویید دروغ بد است. بله، همه در ظاهر آدم‌های بسیار خوبی هستند. وقتی نقاب‌های خودشون رو کنار بذارن، خود واقعیشون نمایان میشه. دنیای چوبی تو دنیای قشنگیه که بعضی حسرت دنیای تو رو میخورن. سادگی، مهربونی، حتی دروغ هم که میگی مشخص میشه و نقابی داری و همیشه از کارهات پشیمون میشی. نه مثل بعضی از آدم‌ها که بعد دروغ و کارهای بدشان تازه مدعی این میشن که کارشون درست و طرف مقابل مقصره. فقط واژه انسانیت زیباست. بقیه‌اش که وارد بشی نفرت انگیزه. از اون چیزی هست که تصورشو میکنی برای رسیدن به خواسته هاشون مثل گربه نره و روباه مکار عمل میکنن. وای، اینجوری که تو میگی پس تو هم بشو آدم چوبی.